دوستان عزیز سلام علیکم و رحمت الله. امروز در خانه خدا هم خدا شاهده که نه به خاطر یک پادپیسچگی و به خاطر یک پراسموتر یک ویدیو را کرده هستم، به خاطر ببینید چقدر مردم در اینجا طواف کرده ایستادن در پیش خانه خدا. دعا میکنم پروردگار کلی گناههای شما را عفو سازه و خدا و خداوندان کدمت نه آمده باشه به این خانه خدا را آمدن نصیب تو گردونه، برای که این احساسات همین جمعیت بد حس میکنی. مادران و پدران و خواهران و برادرانی که معیوب هستند شرایطی آمدن ندارن، خداوند مشکلاتون آسان گرداند. دعا میکنم که شما را این دیدار خانه خدا را نصیب گرداند. شاید دعایت که خداوند من به همینجا نصیب گرداند. الحمدلله من امروز در خانه خدا هستم. من خدمت نمیکنم، هر چی است این خدمت هر یک نفر، هر یک مسلمان باید در خدمت خلق مسلمان و در خدمت مردم تاجیک باشه. به هم خاطر دوستان عزیز حرکت کنه که بیایید در خدمت خلق مسلمان شه. رحمت کنم پدر مادر همه تا ان شاء الله در خدمت هستم. حرکت میکنم که باز ویدیوهای کنم که برای شما یعنی که فایده آور باشد. به خاطر الله دوست نگره که چقدر مردم یعنی که در اینجا بوی کمبغل، در اینجا بوی کمبغل، در اینجا میلیونر یعنی که گفتی خدمت که ابوتسه معیوب یعنی که آدم سالم تمام نمود هست. یعنی که یا ای دانسته بودونه که روز قیامت هم در روز محشر هم همه همچنین است. پلدار هستی نیستی همه یک نمود فرمه است، همه احرام شد، همه با کفن یا نمود میخیزن. با هم خاطر شخصایی که پلدار هستی کدمیت که خیر کن هستی پروردگار خیرتون قبول بگردونه، پروردگار قلبتون باز بهستر کنه که همچنین خدمت‌های کرده است باز بکنه. شخصایی که با اگر داره امکانیت یعنی که قلبتون باز نشده که ببینه مردم نیازمنده حرکت کنه که بیایه ان شاء الله همچنین این خانه خدا رو زیارت کنه. بعد این رفته در خدمت مردم کمبغل و نیازمند باشه. یعنی که خداوند یک شماره 100 چند بار میگردونه. با ما خاطر در خدمت باشین دوستان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. خاطر الله همه تا دوست می‌دارم. من یگان که شما را پس اکران نمی‌بینم، شما را پادپیسچ نمیدونم، برادر و خواهر و مادر میدونم، برای که دعای نیکی شما هستن که امروز اولش خداوند اسماعیل برادر نبیره پرزیدنت جناب اولی مقصد ما را لطف کرد یک بلیت خرید. او بلیت هم خودم خریده میتونستم، نه که وقتی قدر کار ما نگفته نمیتونه به خاطر که ما را خونه خدا رو میکنه. با اون خاطر به خاطر الله دوست میدارم. السلام علیکم و رحمت الله. بیای ان شاء الله وقتی در اینجا باشی بعد احساسات حس میکنی. خدا نگهبان شما مادران پدران عزیز. الحمدلله چقدر مردم مسلمان طواف کرده ایستادن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك لبیک. دوستان عزیز اینا چی میگن بیناهات ساخته شده است. یعنی گفتیم اون لفظ ارسو استرویکوک فقط نو به نو ساخته شده است. کوه را جزیره آباد کرده، چپا کرده، خانه ساخته است. برای آدم خیلی ضعیف شوره خیلی. خوب دوستان عزیز اینا بگیم رکلامشی که میبینیم این یعنی که ما الحمدلله جای هجامه خودمون در متروی لوبلینا در شهر مسکو متروی لوبلینا این رقماش در روی اکران ماندگیان. میتونه زنگ بزنه بره ان شاء الله
بگه که با از نام باباجان انشالله شاگردا کار کرده ایستادن الحمدلله که دیپلم و سرتیفیکات همه چیز دارن از نام ما انشالله صحبت کنیم باز انشالله برای شما تخفیف یعنی اسکیتکن میکنن و ما خاطر بدیل پر میتونه روی و انشالله بگیره استفاده برای از حجامه یعنی که برای نزدیک انشالله برای زنها هم شده میتونن در مترو لوبلینا و میتونیم با خانه ها هم انشالله برای خواهران مادران رویم یا برای برادرایی که اگر 10 نفر یا 5 6 نفر بالا باشن انشالله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دستگیری کنید دوستان.